پیشنهاد می‌کنیم مثلا جایی که خیلی ممکنه مایع روی زمین ریخته بشه، مثل اتاقای شستشو، جایی که دارن ظروف و تجهیزاتشون رو شستشو میدن، دائما با آب در تماسه، بهتر از اپوکسی استفاده کنن. چون که کف‌پوشا هرچند شما سیر کرده باشی ممکنه بلند شه به حساب تبه کنه یا آب زیرش بره، اون زیر آلودگی ایجاد کنه. ما خودمون معمولا میگیم بهتر از اپوکسی استفاده بکنن. باز اپوکسی ها ضد نیست، صرفا یه سایکلاسی که داخل رو داره نشون میده. باید همسطح با دیوار باشه پنجره، یعنی نباید بیرون زده یا فرو رفته باشه که یک محل گوشه‌ای برای آلودگی باشه، یا کلید و پریزایی که برق اتاقا رو خیلی از هوای فشرده استفاده می‌کنیم. مثلا برای خشک کردن تجهیزاتتون، شما تجهیزاتتون رو شستین میخواد خشکش بکنی یا آبش کامل از دستگاه خارج بشه که سریعا خشک بشه و بتونیم در واقع بریم سراغ تجهیزات. صحبت کردیم میخوام ببینیم که داخل کلین روم ما چه الزاماتی باید داشته باشیم. از زمانی که شما وارد کلین روم میشین، اتاق تعویض لباس‌ها کلاس بندی قرار گرفته و اجازه میدید که هوای این دو تا فضا با کلاس‌های متفاوت با هم دیگه به طور مستقیم ترکیب بشن. یعنی شما اول وارد شما عرض کنم به جز لوله کشی های آب، داکتینگ ها، وایرینگ ها، بحث درین که صحبت کردیم، ما سیستم های حمایتی هم داریم. چه چیزایی وارد اتاق تولید میشن وقتی داریم ساخت انجام میدیم؟ مواد اولیه، اقلام بسته‌بندی، پرسنل، هوا وارد میشه، آب از یه لوله کشی وارد میشه. پس ما لوله کشی و در واقع لوپ آب رو هم داریم که تو آبساز الان کامل صحبت میکنیم.